زمان بچگی ما میوه فروش ها باسکول داشتن. مشتری 2 جعبه پرتقال میذاشت روی باسکول، فروشنده با سنگ باسکول حساب میکرد که چند کیلو شده. کم کم باسکول جمع شد، از این ترازو سنگی اومد. کیسه میوه رو میذاشتن یه طرف، یه سری سنگ ترازو میذاشتن یه طرف دیگه. کم کم اونا هم جمع شد. ترازوی دیجیتال اومد که 200-300 گرم رو هم بتونه تشخیص بده. احتمالاً در آینده نزدیک میوه فروش ها هم ترازوهای طلا فروشی میارن. مثلا یه گوجه میذاره رو ترازو، میگه این 80 گرمه، براتون قیمتش یکم سنگین در میاد، شما بودجه‌تون چقدره؟ این گوجه گیلاسی هامون هم کارهای شیکی هن. به اینجا داریم میرسیم.